ما قراره توی این فیلم پتانسیل عمل رو نشون بدیم. بچه‌ها نگاه کنید، پتانسیل عمل داره میرسه به کجا؟ به کانال‌های دریچه‌دار کلسیومی. نگاه کنید اینجا کانال‌های دریچه‌دار کلسیومی تو کتابتون توضیح نداده و نیازی هم نیست برای امتحان یاد بگیرید، ولی برای درک بهتر این داستان حتما باید اینو یاد بگیرید. کانال‌های دریچه‌دار کلسیومی زمانی که اون پیام در واقع هدایت شده بهشون میرسه، یعنی مثبت سی اینجا میرسه، این کانال‌های دریچه‌دار باز میشن، کلسیوم ها میان داخل. حالا که کلسیوم ها اومدن داخل چه اتفاقی میفته؟ کلسیوم که میاد داخل کمک میکنه وزیکول ها حرکت کنن. ما میدونیم کلسیوم به اضافه اکتین و ATP و داینین کمک به حرکت وزیکول میکنن. خب ببینید وزیکولا دارن میرسن به قشا و الان محتویات وزیکول داره خارج میشه. محتویات وزیکول چیه؟ همون ناقل های عصبیه. بچه‌ها ناقل عصبی اینجا نگاه کنید، استیل کولینه، همون چیزی که ما میدونیم توی سیگار نیکوتین داریم. نیکوتین دقیقاً مشابه همین استیل کولینه و استیل کولین روی این کانال های دریچه دار میشینه، کمک میکنه این کانال های دریچه دار چی بشن؟ باز بشن. کانال های دریچه دار ما از نوع سدیومی هستند، یعنی وقتی باز میشن این سدیومه که وارد سلول بعدی میشه. نگاه کنید ما چه اتفاقی الان افتاد؟ ناقل عصبی تو فضای سیناپسی آزاد شد، خب ولی به سلول بعدی نرفت. سوال امتحان نهایی، سوال کنکور این. ناقل عصبی تو فضای سیناپسی آزاد میشه، به سلول دیگه نمیره. ما در سلول بعدی فقط میتونیم سدیم رو وارد کنیم و این سدیم به سلول بعدی دیکته میکنه یا باعث میشه که سلول بعدی مثبت سی بشه و در اون پتانسیل عمل یا همون پیام عصبی تشکیل بشه. پس اینجا تو این تصویر میبینید که سدیم ها دارن وارد چی میشن؟ وارد سلول بعدی میشن. استیل کولین رو یادتونه گفتم که با نیکوتین سیگار مشابهه. کسی که سیگار مصرف میکنه دیگه استیل کولین به عنوان ناقل عصبیش عمل نمیکنه، نیکوتین سیگار به عنوان ناقل عصبیش عمل میکنه و همین باعث میشه که اعتیاد براش به وجود بیاد. و کسی که سیگار رو ترک میکنه به خاطر اینکه لحظات اولیه نیکوتین دیگه وجود نداره، استیل کولین هم نیست، احساس درد داره، هم جسمی هم ذهنی. چرا؟ چون استیل کولین تو مغزش وجود نداره و باعث میشه که این احساس درد رو داشته باشه. از اون طرف رو ماهیچه هم این اثرگذار، یعنی استیل کولین ناقل عصبی که هم بین سلول عصبی وجود داره هم بین سلول عصبی و ماهیچه‌ای.